سرخط خبرها: 4 شهید و چند زخمی در حملات آمریکا به یمن. حمله نیروهای مسلح یمن به ناوهای آمریکایی در دریای سرخ. پنتاگون: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه تقویت می شود. سلام، به پارسی نیوز خوش آمدید. منابع یمنی بامداد چهارشنبه گزارش دادند که حملات جنگنده های آمریکایی به شرکت آب در استان الحدیده چندین شهید و مجروح بر جای گذاشت. منابع یمنی بامداد چهارشنبه از تداوم حملات تجاوزکارانه و جنایتکارانه تروریست های آمریکایی به این کشور خبر داد. شبکه المسیره در این باره گزارش داد که هواپیماهای جنگی آمریکا یک مرکز درمانی و یک مدرسه در شهرستان وشه در استان حج واقع در شمال شرقی یمن را 3 مرتبه بمباران کردند. دقایقی بعد خبرنگار المسیره از استان الحدیده گفت که حملات ساعتی پیش آمریکا به شرکت آب در شهرستان المنصوریه 4 شهید و چندین مجروح بر جای گذاشته است. شبکه المسیره همچنین تصاویر جنایت تروریست های آمریکایی در حمله به شرکت آب منطقه المنصوریه در الحدیده را منتشر کرد. از روز 15 مارس دولت آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای حمایت از کشتی‌های مرتبط با اسرائیل حملات هوایی به خاک یمن را از سر گرفته و تشدید کردند. مقام‌های یمنی میگویند که برخلاف ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی، آنها به ساختمان‌های مسکونی و غیر نظامی حمله کرده و شهروندان این کشور را به شهادت می‌رسانند. نیروهای مسلح یمن بامداد چهارشنبه اعلام کردند که با استفاده از موشک و پهپاد به ناوهای جنگی ائتلاف در دریای سرخ از جمله ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن حمله کردند. به نقل از شبکه المسیره یمن طبق بیانیه صادر شده، این درگیری 3مین مورد در 24 ساعت گذشته بوده و تا زمان انتشار این اطلاعیه ادامه داشته است. نیروهای یمنی تأکید کردند که عملیات آنها علیه اهداف آمریکایی در منطقه اعلام شده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که حملات آنها علیه اسرائیل با هدف متوقف کردن نسل کشی علیه مردم فلسطین انجام می شود و این عملیات تا زمانی که تجاوز به غزه متوقف نشود و محاصره این منطقه برداشته نشود ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا از اعزام نیروهای هوایی تکمیلی به خاورمیانه خبر داد. به نقل از الجزیره، آمریکا در حال حمایت تمام قد از نسل کشی فلسطینیان در غزه از سوی اسرائیل است. واشنگتن اکنون به دنبال تقویت حضور خود در منطقه برای مقابله با تهدیداتی است که ممکن است صهیونیست‌ها با آن مواجه شوند. بر این اساس پیت هگست وزیر دفاع آمریکا دستور استقرار اسکادران‌های جنگی و تجهیزات هوایی اضافی در منطقه را صادر کرده است. بر اساس اعلام پنتاگون، ناو هواپیمابر هری اس ترومن در منطقه مستقر خواهد ماند. در عین حال ناو هواپیمابر کارل وینسون نیز به خاورمیانه اعزام می شود. هدف از این اقدام تقویت توان دفاعی آمریکا در منطقه عنوان شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می شود که حملات آمریکا به مناطق غیر نظامی در یمن ادامه دارد. در این حال تنش‌های آمریکا با ایران در حال افزایش است. پنتاگون در بیانیه هشدار داد در صورت تهدید نیروهای منافع آمریکا توسط ایران یا متحدان منطقه‌ای آن، واکنش قاطعی از سوی واشنگتن صورت خواهد گرفت. این تحرکات نظامی در حالی انجام می شود که کارشناسان از تشدید تنش‌ها در منطقه خبر می دهند. ناظران بین المللی نگران اثرات گسترش حضور نظامی آمریکا بر ثبات منطقه هستند. وزیر جنگ اسرائیل دستور گسترش تجاوز نظامی زمینی به نوار غزه به ویژه مناطق جنوبی این باریکه را صادر کرده است.
به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که ارتش اسرائیل از صبح امروز گسترش تجاوز نظامی زمینی در رفح و مناطق اطراف آن را آغاز و تیپ 36 غزه را وارد این منطقه کرده است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که وزیر جنگ اسرائیل دستور گسترش تجاوز نظامی زمینی به نوار غزه را صادر کرده است. اسرائیل کات گفته است که گسترش عملیات نظامی در نوار غزه با هدف کنترل مساحت گسترده‌ای از این باریکه و الحاق آن به مناطق امنیتی اسرائیل صورت می‌گیرد. این خبر در حالی است که در حملات بامداد امروز اسرائیل به مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه تاکنون 21 شهید و شمار زیادی زخمی شده‌اند. بر اساس گزارش منابع محلی، در حمله هوایی اسرائیل به خانه‌های مسکونی در مرکز خان یونس در جنوب نوار غزه دست کم 13 نفر از اعضای یک خانواده شهید شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا خواست تحریم علیه روسیه را به دلیل نقض توافق آتش‌بس افزایش دهد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، زلنسکی سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کیف اظهار کرد: من معتقدم ما به نقطه افزایش تاثیر تحریم ها رسیده ایم، زیرا بر این باورم که روس‌ها قولی را که به آمریکا داده بودند نقض کردند. رئیس جمهور اوکراین افزود: امید زیادی داریم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همه ابزارهای مناسب برای افزایش فشارهای تحریمی برطرف روسی استفاده کند. زلنسکی همچنین خبر داد که روز جمعه با نمایندگان گروه کوچکی از کشورهای اروپایی دیدار و در مورد اعزام نیروی خارجی به اوکراین گفتگو خواهد کرد. وی در پیامی ویدئویی شبانه خود نیز گفت: ما همه اطلاعات لازم در مورد تخلفات روسی در مورد حمله به بخش انرژی را به آمریکا منتقل کرده ایم. زلنسکی افزود که رستم امروف وزیر دفاع اوکراین در مورد مسائل مربوط به آتش‌بس با روسیه با مقام‌های آمریکایی تماس روزانه دارد. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی روس درباره نقض آتش‌بس توسط اوکراین گفتگو کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از این نشست گفت که مسکو فهرستی از موارد نقض را به مایک والتز مشاور امنیت ملی و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا منتقل کرده است. سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. برای اطلاع از جدیدترین رویدادهای منطقه و جهان، پارسی نیوز را دنبال کنید.